خب میرسیم به بخش پنجم آموزش CSS. میخوایم در رابطه با Descendant Selectors یا اصطلاحاً سلکتورهای زاده والد صحبت کنیم. ببین در صورتی که کلاس ما حاوی تعدادی تگ مشخص باشه، مثلا مثل همین حالت که ما یک div داریم و درون این div دو تا p داریم، ما اگر بخوایم که یک قالب رو برای تمامی تگ های یکسان درون یک تگ اثر بدیم، میتونیم از Descendant Selectors ها استفاده بکنیم. به این صورتی که ما بعد از اینکه نام کلاس خودمون رو داریم میاریم، نقطه مثلا سایدبار فاصله میدیم و نام تگ رو مینویسیم که این حالت رو بهش میگن Descendant Selector. و در این حالت تمامی اجزای، حالا مثلا اینجا ما پی رو گفتیم دیگه، تمامی پی هایی که درون کلاس سایدبار قرار دارن قالب اصلی این رو به خودشون میگیرن. با هم میبینیم پریویو این کار رو. ببینید الان این دوتا پی که داخل دیایوی ما قرار داره، هر جفتش قالبی رو که ما تعریف کردیم به خودش گرفته. به این حالت میگن حالت Descendant Selector. اما حالت دیگری هم وجود داره به اسم Child Selector که حالا مثلا Child رو بگیم که سلکتور بچه، چون در مقابلش سلکتور پرنت هم داریم. ببینید توی حالت که ما داریم از سلکتور دیسندنت یا همون زاده والد استفاده می کنیم، این بر روی تمامی زیر مجموع هایی که ما اینجا داریم اثر میکنه. مثلا اگر من به فرض مثال داخل اون دیایوی خودم دیایوی دیگری داشته باشم که باز کلاس پی داره، الان تمامی اینها تحت تأثیر قالب سایدبار ما قرار میگیرن، قالبی که اینجا تعریف کردیم، این دیسندنته. و اگه ما یه پریویو الان از کارمون ببینیم میبینیم که بله تمامی پی ها، حتی پی که به صورت مستقیم، این پی الان به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار نگرفته، یعنی به عنوان زاده والد مستقیم یا اصطلاحاً میگن دایرکت قرار نگرفته. اگر ما بخواهیم که فقط اثر کلاس ما بر تگ هایی باشه که به صورت مستقیم در زیر مجموعه اون قرار دارن، میایم از چایلد سلکتور استفاده میکنیم. به این صورت که نام کلاس رو مینویسیم، علامت بزرگتر و بعد عنوان تگ خودمون رو. حالا اگه من مثلا یه کالر دیگه بهش بدم، به فرض بیایم سراغ کالر مثلا این رنگی، الان فقط و فقط این دوتا پی تغییر میکنن و این پی که به صورت مستقیم تحت تاثیر کلاس سایدبار قرار نگرفته هیچ گونه تغییری در اون رخ نمیده. صفحه رو رفرش کنیم، ببینید فقط این دوتا تگ پی ما تغییر کردن. چرا؟ چون به صورت مستقیم تحت تاثیر اصطلاحاً کلاس اصلی ما قرار دارن و این به این شیوه میگن چایلد سلکتور. توجه بکنید که این حالت در IE 6 ساپورت نمیشه و موقع استفادهش باید دقت بکنید. ان شاءالله تا جلسه بعدی، خداحافظ.